رحمانوف در کجا وجود داشت که وقتی اپوزیسیا بود میدان شهیدان آزادی بود میدان حیوان کجا تو گروه حیوان در اون کار مرگی تا جنگ انداختن کجا رحمان نبیوف گو تو من گفتم که رحمان نبیوف اساسگزار جنگ تاجیکستان عروش از دعوت کردگی اینا من تو دوازی میگم که اما فوند فایده در بودجه ما میبیا 20% تو همین باوری داری؟ آخه این رسمی است پارلمان یا تصدیق کرده است که از عثمان نمیگه مطلع این چیزی تصدیق شده پارلمان است که این قدر بودجه فایدهش به پیشوای میانی فایده نه انقدر بودجه پول جدا کرده که به فوند پیشوای ملت میره پیشوای ملت در هر کجای بخواه مصرفش میکنه مثلا بخواه هیچ محل دیگه پیریورو جنگ خانمانسوزی که بود نباشه حاضی همین تنجا شرایط تاجیکستانی ما همین خیلی تنجا رفتن گیره بسیار باشه دوست نگاه که دوست عزیز ما حکومت قانونگذار داریم اجرایت داریم و سودی داریم درست سه تا حکومت داریم نگاه که حالا ما میتونیم بگیم که سودای تاجیکستان مستقلن تو گفتنی که سودیای تاجیکستان مستقل نیست یا یعنی میتونیم بگیم که قانونگذار این حکومت این پارلمان است سود در تاجیکستان میتونیم دو شاخه حکومت یک اجرایی که در دست حکومت است رحمان و فلان دیگرش هم در قش دیگرش هم میتونیم بگیم مستقلن اینو باید که کنستیتوشن مستقل باشن میتونم بگیم مستقل کنشنا مستقلن هر کس کاری خودش میکنه کو در پارلمان تاجیکستان چقدر اعضای حزب خلقی دموکراتی یعنی کسانی که در حکومت هستند تشکیل میدن چند من نمیدونم من نمیدونم میتونی وقتی نمیدونی میگوی که مستقل است وقتی نمیدونی مستقل استفاده نباید این یک نکته نگاه که میدونی که از سبب‌های شدیدترینه که مثلا همین ابله در همونجا میزنن در چی است غذاشون کم میتیان این همین ابله میکنن سر میکنن میدونی سببش چی است ای برادر خیلی وقت خدمت همه نرو بعد دیگه چیکار کنن او خیلی نیست این سبب اصلیش در این است که حکومت رحمانوف یک طرف درآمدش است از این پول میکنه از مردم پول میسیتونه به خاطر پول سیتوندن و مردم ترسوندن تا میترسونه میوحشونه که مردم نرون همونجا بگریزن بیارن پول پرداخت کنن حالا 27000 دیگهش کردن این 27000 تومانی میتونی یکی از سبباش پول سیتوندن است اگر مثلا تو در خدمت یک سولت کنن اذیتت نکنن نزنن دویده میره همه ما دوست داریم سلاح یاد بگیریم سلاح این مرد باید یاد بگیره باید بآموزه وقتی که هیچ بگن که تو در اونجا آزادی خود خوراک تامین و هیچ کس مشکل ایجاد نمیکنه میره سلاح آموزی را رانندگی را نوشتن خوندن در اونجا همه درس میکنن یاد میگیری همه جوان دویده میره اما وقتی که بته میگن که در اونجا میره میزنن میکشن خوراکت نمیتین گرسنه میمونن مردم میگریزن 1000 پول میگن از اونجا چیکار میکنن خلاص شود این یک وسیله پول کار کردن برای نظام است حالا چرا رحمان با خبر نمیشه رحمان گوسپنده وقتی که نظام در سر قدرت نظام کلید در دستش این نمیدونه که نظام چخه میره مشکل در نظام است مشکل در افراد نیست که افراد یا مثلا یک وزیر چیکار مینه این وزیر اجرا میکنه چرا که از بالا سپارشش میوره پس مشکل در اون یک گایشتی که در قدیره میسته فساد میگیره یا که یک ناظری رو به زبان تاجیکی بگین در اون نیست مشکل در نظام است در کسی که حکومت اداره میکنه میفهمی این مشکل کجاست جناب اولاد جو بتونه سبب اساسی مشکلات جناب اولاد است من چرا گوش کردم آوازهای همت خوبن آوازهای همت 100% در این برادر عزیز که طرفدار جناب میگین جواب بدین بفرما دوست عزیز گپ زن در سوال جواب بده یعنی به این خلاصه میاد که یگان پشتی باید جناب تا نگیری یعنی این همین درست همه دوست عزیز به خاطر چی امروز مردم به طرف حقیقت به طرف آزادی خواه دارن میشتابند به خاطر چی دوست عزیز به خاطر اینکه این حکومت نه اینکه نه طرفدارانش و نه خودش و نه یگان نفر دیگه نمیتونن که در سوالای عادی مردم جواب بگن یعنی گپ زن اخی خیلی ما را اینقدر گوش کنی چند وقت میشن مخالفین گوش کنو کم چیک بگم گوش بیسار کنو کم گاوز اما شما رو گوش کردم نه آخی شما مقصد گپای شما چی معنی داره کنی من تویستون هم کم تماشا میکنم زاینترسونی بودم اما حسین که اما کم گاوز زدگیم یک چند کس که گاوز زدگیم
به خود چی خاطر میخوای گپ زنی؟ خود طرفداری بی‌طرفی، هدفداری بی هدفی، سنگساری بی سنگی چی؟ من میخوام که در تاجیکستان ما هیچ محل دیگه پیریورو جنگ خانمانسوزی که بود نباشه. حاضی همین تنجه شرایط تاجیکستانی ما همین خیلی تنجه رفتن گیره بسیار به نهایت تنجه را در چی میبینی؟ همین تنجه را در چی میخورد؟ ملتچگی سامی گلانی ملتچگی بر ما ملت از قوم و از دهه و از این چیزا میتونیم بفکرم. ما ملت چی میبینیم؟ اگر امروز خیلی پیشرفت کردن داریم، ما ملت چی نیستیم. ملتچگی بود تو همین سال پیرور رو داشتگی هم ملتچگی خودش چیه؟ هم ملتچگی خودش چیه؟ خیلی احمقی یک تنیمته را نشون میدادم. یک تنیمته احمق ملتچگی را برای من خواهش میکنم که بفهمم که هم ملتچگی خودش چیه. خیر تو میگی من طویل دارم، منم میگی تو ای دوشنبه و بایدلو را میگی تو ایوانی نیپایدیو تاک براتم. باید یک کس در اینجا گپ زنم. همه آدمی که یک کس از طویل داره شد، یکی از یوان شد، یکی از غرب شد، همش ملت نیستن. همه ما تاجیکم الحمدلله. نو بچه خیلی ما ملت چگی داشته بستیم. بودک همین کاروخی اوی منو چنده تولدی تو چیزا چنده؟ نه برادر عزیز، من میفهمم که این کار بود و هست، اما همین ملت چگی خیلی همین کلمه گوش که برادر عزیز، همین کلمه که مردم ما استفاده میبرن اکثرا ملت چی ما نیستیم، ما ملتگران نیستیم، ما ملت چی نیستیم. ما اگر ملت چی میبینیم امروز رحمانوف در سر قدرت نبود، ما اگر ملت چی میبینیم امروز کشور ما خیلی پیشرفت کرد. ما ملت چی نه، ما قومگراییم، ما محلگراییم. اینی چیز است. بگو شما همین ملتچگی میگین، ملتچگی میگین، همین کلمه همین کلمه را حتی همون سردارهایی که در معارف و نمیفهم وزیر معارف کار میکنن، همین ملت از یک محله فرقیت کردن نمیتونن، ملت از قوم فرقیت کردن نمیتونن. ملت تو گفته درود نیست. نه ما دو کلمه داریم، یکی نجات پرستی داریم، اینی که به ملت تعلق داره، یکی دیگه محلگرایی و قومگرایی. محلگرایی نه یک هر بله این برای ملتچگی است. نجات خودش ملت است. ما کلمه ملت چگی نداریم، نجات داریم، نجات پرست. بله این همه گپ ده همه کی امروز اکثر مردم ما و از آن جمله همین نفرایی که از ما سوال میکنن و فکر میکنن که رحمانوف همه کاره حکومت به یک جای خوب آورده است که همه گناه در سر همون کارگرای حکومت بغیر از رحمانوف. ای برادر عزیز، وقتی که حتی همین رحمانوف خودت کلمه ملتچگی را نفهمه، ملت نفهمه چی معنا داره، چطور میتونی یک نفر که طرفدار رحمانوف این چیزا بفهمی وقتی که استاد این چیزا نمیفهمه؟ اولین چیزی که ما باید اصلاح کنیم همین مثل همین که میگن که در شهر روسیه هستم. آخه ما در شهر روسیه نه، ما در کشور روسیه هستیم، در شهر مسکو. این چیزا یک چیزایی هستن که اینها را باید آموخت دیگر. دوستای عزیز، همین بچه در این مردک در جای قها است. یک سوال، در کدام حالت در یک کشور جنگ به میان میاد؟ در کدام حالت سببی بیشتر از جنگ ها در دولت های عربی در دیگر دولت ها برای همین چی شد که سبب شد که جنگ شد؟ در تاجیکستان برای چی جنگ شد؟ نگاه کنین، در تاجیکستان برای چی جنگ شد؟ در تاجیکستان برای این جنگ شد که 4 نفر کرسی با دندان خود قپیده بودن، اونا از کرسی استعفا دادن. امامعلی رحمان با تیم فرانت خلقیش از طرف ازبکستان به نیروهای خارجی وارد تاجیکستان شد، زد همه رو به خاک یکسان شد جنگ. این اما در عموم سبب جنگ هر یک کشور این دیکتاتور است. وقتی که یک انسان من همین سوالی که جواب میدم بویا منو بایدلو همین محمد اقبال صدری کرده، ما همین با کرد بحث کردیم. شما ای کجا گرفته که رحمانوف اومد زد همه را تی پیت که اوجا در دیگر کسو بودن؟ ای برادرو من دیدگیم همه شد چشم دیدگیم رحمانوف در کجا وجود داشت؟ رحمانوف در کجا وجود داشت؟ فرانت خلقی با رحمانوف چه خیلی در اومد در پایتخت؟ از کجا در اومد؟ رحمانوف در فرانت خلقی میگه رحمانوف در کجا وجود داشت که وقتی اپوزیسیا بود، بایدن شهیدان، آزادی بود، مایدوی حیوان، کجا گروه حیوان در اون کار مرگی تا جنگ انداختن؟
اونجا رحمان نبیوف گفت تو من گفتم که رحمان نبیوف اساسگذار جنگ تاجیکستان اروژ رزدوات کردگی رحمان نبیوف گفت یک محمود گروی گفت یک در ایبوت کماندیر گفت اینا رو چی به شما گاو نمیزنه ابو اپوزیسیون تو چی گاو نمیزنه ابو ریشکی اومدن گو او به ریشوش نیست همه که گوش کن همه که خودت گفتی همون وقت که رحمانوف 70 کیلو طلا قطعی آرد آورد مردم از گرسنگی نجات داد از ازبکستان همین گپ یک جا آوردی رحمانوف اینجا پیدا شد وقتی که رحمانوف در خوجند همچون 70 کیلو طلا این گپ تو منو چرا کی جا گرفتی با من در کجا گفتم 70 کیلو آرد آورد مردم داد من در کجا گفتی که هم دفعه همون صحبت دیگه گفتی که منوچه програма дудони худо абрана матат ку бин инга па ман дӯсти азиз гуфтагинес вай ватсап кат як аз қатит спорт карса буд я ахмад ватсап кат спорт карса ҳава им гапаро гуфтеса ман ба худо ин гапа гуфтагинесам дӯсти азиз ба ин назар асти ки раҳмон набиев ҳами ҷанг манга оварда тоҷикистон раҳмон набиев ҷанг навард нигоҳ ки чӣ гап буд советский союз вақте распад шуд раҳмон набиев первый секретаря исполнитель ҳамон вақт қор маҳкамов буд якум президенти тоҷикистони раҳмон набиев гуфтани одам оваранд монданд баъди қор маҳкамов искандаршоев буд уҷа бисёр буданд одамои ба илм ба бисёр буд вақте ки овардан мондан раҳмон набиев ранги елсини ки дар россия полупьянки мегашт раҳмон набиевтонам мардими хуҷанд мана бояд дуруст фаҳме ҳамун хел буда власт да дасти хуҷандиё буд 70 сол власт да дасти хуҷандиё буд ягон маҳаллагӣ чӣ меги ягон ай халқи дуруни тоҷикистон ғайр ай хуҷанд власта ягон инсоне вуҷуд надошт раҳмон набиев полупьян буд ранги барои елсин россия полупьян гирифт оружиеро раздават кард ҳами раҳмонов баъд кай омад сари қудрат раҳмонов соли эмомалӣ раҳмон соли 92 вақте ки раиси шӯрои олӣ ки шуд ҳамун вақтам ҳамин ҷаноби олиро ку оста оста ин мардак ҳамаро тинҷ кард ҳамун вақтам ку ҳеҷ ки признават намекард вале ахмақое ки бурона рафтан ахмақо бо признават намекард ҷангда тоҷикистон кай сар шид ҷанг соли 92 ба чӣ хел раҳмон набиев ҷанговар боша вақте ки раҳмонов якум мутила 12 сабити буд сангшапак аввал сар кардан урузғамтеира ин ҳамид намедонам ки иҷа ки будаи коро қуш буд ва ҳоли давраи бардошти худат аз таърих хела бардошти нодуруст аст ва ин ҳам миллатгароҳои рус ба ҳамин бовар ҳастанд ки тоҷикистонда урузғамтии сар шид буда 12 сабит русия таърихи тра навиштааст ин пропагандаи русияи дӯсти азиз фақат русҳо ба ин боваранд ки тоҷикҳо руси ғамтиира сар карданд ин фикри хато худ чанд солаи ман 41 дар майдони озодиё дар майдони шаҳидон будӣ ман чӣ дар рафтам ки вақти ман силфи 5 не авод буд падар авой ма чӣ хел ту метуни дар бора гап занӣ ман инсонҳоро бача ман дар дутам бача танкопак буд 12 сабити начинать ҳамин сар караган кора переворот Советский Союз ҳамин сар шудаги дар Тоҷикистон переворот Советский Союз کوردستانی یه لحظه نگاه که گوش کن شپک یک نفر دو نفر در اینجا قصه شده بود چون که گفتگو بین مخالفان و بین حکومت درست نامده بود اما جنگ در کدام حالت نیروی قوی گرفت در حالتی که فرانت خلقی به میان آمد و بعد از فرانت خلقی با کمک کشور همسایه ما از طریق ازبکستان وارد تاجیکستان شد چون حکومت در دست مخالفان بود 6 ماه مخالفان حکومت اداره کرده بودند بعد از اون رحمان با فرانت خلقی از داخل ازبکستان مد زد به خود یکون قرمه را جنگی دیگه دروغ بکو دروغ مدگه گوشکالی رحمانوف کریم بردن تا رو بروش موند گفت که این میتونم من پرزیدنتت میمونم این میتونم من پرزیدنتت میمونم هر چه که تاجیک بکشش رحمانوف گفت که تمام من همه چیز رو گرندگیم رحمانوف اومد همون 70 کیلو طلایی که همون چوبلوس دیگه گفته بود همون 70 کیلو طلا را گفتن که به 70 کیلو طلا کریموف
орд ичзорой кардаст. Не اینجا یک انسانی که تاریخ شناس است خوب نقل کرد که همه خیلی مردم فهم کردن که از طرف ازبکستان همه آذوقواری را آوردن مردم به جنگ انداختن. اما موضوع امروزه ما این جنگی که خود گفته است درباره جنگ نیست. موضوع امروزه ما چرا که امروز جوانهای ما وقتی تیر ما امروز تمام شده است اما باز هم به زوری به خدمت به گفته حکومتداران ما در وطن میبرند. برای چی؟ برای چی امروز مردم ما از خدمت میگریزند؟ برای چی امروز مردم ما نمیخواهند که برای در کشور خودشون خدمت کنند؟ این میگه موضوع بود. موضوع را اون طرف جنگی که هم تکرارا گپ میزنیم نباشه. به خاطر چی امروز جوانهای ما نمیخواهند خدمت بکنند؟ این میگه گپ بیا بزنیم. امیر تو در یک سوال برای همین خدمت تو طرفداری که همین هر یک مرد باید در وطنش خدمت کنه یا نه؟ تو در یک سوالی کارود کی؟ من طرفدارم اما در همین حکومتی که حاضره خدمت کنند درست نیست. حکومت کلی شما تو وطن دا خدمت میکنی، محافظت وطن دا میبروی. حکومت خدمت برای وطن باشه برادر عزیز. اون خدمت اگر برای وطن باشه که خدمت کردن درسته. اما وقتی که خدمت برای یک رئیس ای وقتی که نفر خدمت کرده از 2 سال از خدمت کرده در همین برنامه یک برادر اومد گفت 2 سال خدمت کردم یک شیر زدگی نیستم. در ایش چی میگوی؟ بیاین تپوس کنده تپوس کنده بگوین که امروز جوانش در خدمت اموالی رحمان فای فهمیدی یا میده کلون سالش در مهاجری ای دیگرش همش در غریبی نمیته ته یک برادری که باید امروز طرفداری برادرها طرفداری آزادی خواه باشه که وطن دولت گذشته ایت امروز در خطر ای میگوی که همه گناهگار رحمان و گناهگار نیست. همین طرفی اینا با من طرف میگم من طرف مردمم باید یک سوال با همین برادر وقتی خودت میگو که خود طرفدار اونه که مردم خدمت کنند درست؟ طرفداری من طرفدارم که وطن ما گنجی باشه. من طرفدارم که وطن ما برابر خدمت کنند. تو طرفداری که جوانو خدمت کنند یا نه؟ فقط این سوال نه اون که تنجی هم من طرفدارم برای که خدمت واسطت میکنن لوبول جوان خدمت واسطت میکنن. پس ضد قانونه که هستی که این همین سال قانون قبول شد کسی که خدمت کردن نمیخواد 27000 بسپره آزاد باشه. همین قانون با ضد شخص بکنه. شرایط پاسبالیت کنه راو سپرو. انا مو 27000 سومونی که تو ما مسپریم برای فرزندمون میدونی با کجا میره؟ انا مو اویلی که معلمو دا میره، اویلی که دکترا دا میره. با کام تو برای خدمت بگو که زید. خاطر میگو که من طرفدارم خدمت کنم. پس خدمت نه که یخیل پل نمیتی میرم پل میگم خدمت نمیکنم. یعنی همون چیزی نیست که ایمون چی میگیرن. یعنی با پل ها همین سبب بس نشدنی همین خدمت هم ده همین است. تا اون پل جمع کنن از مردم به سیتونم بگیرن. 27000 از همه به سیتونم بگیرن تمام دیگه سببش ده همین بودجه تاجیکستان میره. کی میگیره؟ بودجه تاجیکستان میره. کی میگیره؟ بودجه تاجیکستان باید مردم با پول خودشون پر کنن. مردک برادر عزیز خودت دوره غلامی را فکر کرده است که یک غلام فرزندش تولد میشه اون هم باید کاری کنه که برای بزرگ خودش خدمت کنه. تینا 27000 سومونی معلومات داره نه 27000 سومونی کیسه کی میروه؟ همین 27000 سومونی در کیسه کی میروه؟ در کیسه رحمانوف و طرفداران رحمانوف. اگر که این پول در کیسه میرفت هیچ کس گپ نمیگفت. چرا که تا امروز این قدر بایگریه که این قدر چیزایی که از تاجیکستان فروخته شد، این قدر کنتیلو، این قدر پولی که در داخل تاجیکستان از طرف روسیه روان کرده می شود که باز هم مردم همون آرد و روغنی که از دیگر کشورها آورده میشن و 2 برابر نرخ گذاری میشوند برای مردم فروخته میشوند. همین نرخ گذاری را چرا که نتونستن همین پول ملا جمع کنن بدون اینکه با 27000 از مردم جمع کنن بودجه کشور را پر کنن. این گپت برادر نادرست خیلی خیلی کرده است برادر عزیز خیلی گپ نیست. ماموچه تو در یک سوال تو باید این سوال مینیستر اکونومیکای تاجیکستان دادی نه که من جوابشو میگم. تو بیزنسمنی یک قوچه در قزاقستان میخری 175 سومون پریمرنا میبری تو دوری تاجیکستان میشود 220 سومون. تو باید 230 سومون فروشی کو. تو برای فایده خودت کار کردی کو. تو بیزنسمنی تو تجارتکار. برادر عزیز ای امی خطا فهمی دمی چیزای
همین خطا فهمی وقتی که بار از دیگر کشور در تاجیکستان میدروید در حالتی که موادهای آذوقواری نباید که اینقدر پول زیاد بسپارن میان در اوجا تا به بازار اومدن این بار او کالا و او آذوقواری که میان ببینید چقدر پول صرف میکنه همون نفر همون پول کجا میرود همون تماز نی همین کویتانی میگه که همین گجا میره منظورش بودجه کشور همین بودجه کشور چند فایزش در فوند شخصی رحمونوف میرود که رحمونوف هر کاری بخواد او میکنه یگام کس حق نداره بگه که این پول در گجا میرود همین فوند رحمونوف مگر از همون پول 20000 ما و از همون پول بودجه ما به رحمونوف نمی رحمونوف کی است چیکار داره پول بودجه ما رو میگیره با پول بودجه چیکار داره اگنی چرا پول بودجه مخصوص فوند باز شده است از بودجه چند فایز در جیبک رحمونوف میگذره چرا موجه غلامی تو همین دیدی که در جیبک رحمونوف گذاشته رحمونوف همچنان افسیگه که فوند پیشوای ملت امومالی رحمونوف چند فایزی بودجه میگذره رسما از انداز هر ماه هر سال هم فوند هم پول میگذره در اونجا همین به نزدیکی 5 میلیارد چیده مثلا تریشته اینا من تو دوازی بگم که اما فوند فایده در بودجه ما بیا 20%. تو همین باوری داری؟ آخه این رسمی است پارلمان یا تصدیق کرده است که از آسمون نمیگه مطلع این چیزی تصدیق شده پارلمان است که این قدر بودجه فایدهش به پیشوای میانی فایده نه اینقدر بودجه پول جدا کرده که به فوند پیشوای ملت میره پیشوای ملت در هر کجای بخواه مصرفش میکنه مثلا بخواه یک باغ میکشه بخواه مثلا میره گوش مثلا شیر بیشتر چی میکنه میشه به گوساله روشن میده خیلی دیگه اوشا اونم تری بازی میکنه میگرده در دستی خچه این پارلمان قبول کرده است گپی من نیست گپی سامونه ها نیست گپی رادیو نیست گپی پارلمان است تو پارلمانی رحمان و قبول نداری مگر داره قبولانه پارلمان رحمانوف دوستان عزیز برادر عزیز میخوام یک درخواست داشته باشم باز ان شاء الله داخل میشم جناب قبول دارم جناب قبول داره ولی بیسی امایده بعد جناب تا حالش تنگ میکنیم بعد ما را قبول منی بعد میگوی که ما شما را قبول داشتیم همین شما زور بیستین ما پشیمانیم برادر من اینجی وطن میخوام من تا اینجی وطن میخوام تو 2000 من به سعود هم موندگی منو